مخاطبین از رسانه پشت پرده ماجرای فیلم استاندار سامه یادتونه تیزر میگه منم تویی وای گلزار جابجا کرد. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو میبینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه. افشای فایل صوتی محرمانه مجری و خبرنگار BBC فارسی این چهره خانم رعنا رحیم‌پور که یک مکالمه با مادر خودش داشته در فضای مجازی جنجال‌های زیادی رو به پا کرد و از اون طرف ما شاهد این بودیم که تلویزیون BBC و ایران اینترنشنال هم بعد از افشای این فایل صوتی که توسط خبرگزاری تصنیم نزدیک به سپاه منتشر شده بود با همدیگه درگیر شدن و حسابی فضای مجازی رو چند روزی هستش به هم ریخته. هم در توییتر ما شاهد واکنش‌های مختلف بودیم و هم در اینستاگرام و تلگرام و جای مختلف فایل صوتی که باعث شد که خانم رعنا رحیم‌پور هم یک واکنش تند نشون بده، یعنی کم مونده بود دیگه فقط به مردم فوش بده و گفتش که آقا من ایران رو در خودم کشتم و چنین و چنان و اتفاقات عجیب و غریبی در طول این چند روز اتفاق افتاد و فایل صوتی که توسط سپاه طبق ادعای خانم رعنا رحیم‌پور گفته بود که شنود شده و منتشر شده که این فایل صوتی و حرکات یک سری از اپوزیسیون ها و رسانه ها بعد از افشای این فایل صوتی عجیب و غریب و جنجالی بوده که ما میخوایم پشت پرده های این حرکات، واکنش ها و حتی جوابی ایران اینترنشنال که قسمتی از فایل صوتی خانم رعنا رحیم‌پور حمله به تلویزیون ایران اینترنشنال بوده رو هم بررسی خواهیم کرد و بهتون نشون میدیم که داره پشت پرده چه اتفاقاتی میفته. فایل صوتی که توسط خانم رعنا رحیم‌پور هم تایید شده. اول بریم این فایل صوتی رو بشنویم که خانم رعنا رحیم‌پور چی گفته و چه موضوعاتی رو راجع به صحبت کرده. فایل صوتی که میگن خانم رعنا رحیم‌پور با مادر خودش داشته صحبت میکرده و البته این ادعای خانم رعنا رحیم‌پور هستش که میگه مکالمات من توسط سپاه شنود شده. بریم این فایل صوتی رو بشنویم که ببینیم مثلا چی داخلش گفته که این همه حمله بهش شده. دیروز بچه‌ها گفتم لوگوی خبرگزاری تصنیم رو هم می‌بینید، خبرگزاری نزدیک به سپاه ایران. اینه که توی یه دونه فیلم اکشنی که اصلا نمیدونی قراره فصل بعدی چه اتفاقی بیفته، کی ممکنه بیاد رهبر شه، کی ممکنه اینو هایجک کنه، اصلا هیچ پایانش معلوم نیست به کجا. نگران کننده ای که مثلا من دیروز شنیدم اینه که از اینترنشنال رؤساش دستور دادن که فقط با رهبران احزاب در ایران مصاحبه کنن. یه نکته راجع به این فایل صوتی بگم. فایل صوتی به شدت کات میخوره، یعنی مشخص هستش که یک مکالمه طولانیه و تختی شده. اینو نمیتونه کسی که اتمام بکنه که فایل صوتی تختی شده، اما نکاتی که هایلایت شده و از اون فایل‌های صوتی مختلفی که اصطلاحاً به قول خانم رعنا رحیم‌پور میگن شنود شده، میاد نکاتی رو انتخاب میکنن که مثلا بگن که آره مردم دارن جنگ داخلی را میندازن. دقیقاً همون نکاتی که آخوندها و یه سری از افراد بلندگودار حکومت میان همون صحبت‌ها رو میکنن، اومدن همون تیکا رو هم هایلایت کردن از صحبت‌های رعنا رحیم‌پور که راجع به این کات کردن ها هم جلوتر توضیح میدیم. بریم راجع به ایران اینترنشنال بشنویم که چی گفته راجع به ایران اینترنشنال. احزاب کرد، احزاب لور، احزاب عرب، احزاب دیدید دیگه، مثلا جمهوری اسلامی میگه که اگر ما بریم و کلا ما این حکومتی که خیلی توپ مردم رو در عشق و حال و رفاه قرار دادیم، یعنی الان مردم ایران با مردم سوئیس برابر امکاناتشون و جوری هستش که در همه جای جهان برای اینکه مردم رو تنبیه بکنن از اون کشور بیرون میکنن. تو ایران برای اینکه مردم رو تنبیه بکنن ممنوع الخروج میکنن، یعنی خودشون میدونن تو اون کشور چه جهنمی رو ساختن که مردم رو ممنوع الخروج میکنن و میان میگن که اگه ما بریم ایران تجزیه میشه، خوزستان جدا میشه، نمیدونم کردستان جدا میشه، سیستان و بلوچستان جدا میشه، نمیدونم ترکای سمت ترکیه میان اون تبریز و آذربایجان و جای مختلف رو برمیدارن میبرن و ایران 7-8 تیکه میشه. ما هستیم که ایران رو سفت گرفتیم و عشق و حال و رفاه توپ رو در اختیار مردم قرار دادیم. دقیقاً همون صحبتایی که تریبوندارهای حکومت دارن میکنن همون صحبت‌ها رو خانم رعنا رحیم‌پور داره انجام میده. ولی مثلا میاد میگه
احزاب لور، یعنی مثلا من تا حالا احزاب لور خدایش نشینده بودم، با اینکه ما یه شعبمون هم میخوره به همون سمت بختیاری و اینا، مثلا از طرف خانوادگی احتمالاً مثلا منظورش محسن رضایی و نمیدونم اون خانواده امیدوار رضایی و اون صحبت ها هستن که داره میگه احزاب لور. من اینو نشیده بودم، یعنی مشخصه که یه سری جملات گویا بهش دیکته شده. ببینید حالا فایل صوتی رو میذارم ادامهش رو گوش بدید. معمولا حالا منی هم که پسرم، خب مثلا با مامانم راجع به سیاست‌های مهم منطقه و خاورمیانه و ایران نمیشینم صحبت بکنم که راجع به مثلا ترشی چجوری درست میکنن، نهار رو چجوری درست میکنن، نمیدونم قلیه ماهی چجوری درست میکنن، نمیدونم زرش پلو چجوری درست میکنن، چه خبر، نمیدونم دختر عمه چی کار کرد، پسر دایی چی کار کرد، فتو این چیزاست با مامان. یعنی ما نمیشینیم با بابا و مامانمون راجع به بحث‌های مهم سیاسی. یعنی اینجوری که ایشون این فایل صوتی رو داده بیرون، من فکر کنم که داشته با تحلیلگر مثلا مسائل ایران و آسیا و خاورمیانه صحبت می‌کرد، نه مامانش. و ماشاءالله تو ایران هم نمیدونم از چه این نکته رو هم من بگم، حالا ادامه این فایل صوتی رو میذارم. ایران اینترنشنال اومد یه دونه ویدیو درست کرد. در جوابی این ویدیو یه سری از رسانه‌دارها و تریبوندارها اومدن به رعنا رحیم‌پور حمله کردن. خود BBC فارسی هم واکنششون داد. حالا همه اینا رو جلوتر به شما نشون میدم. یه سوال خیلی مهم وجود داره که هیچ کسی تا الان این سوال رو مطرح نکرده. خانم رعنا رحیم‌پور از چه نرم افزاری برای تماس با مادر خودش استفاده کرده بوده که به قول خودش سپاه و مامورای امنیتی ایران تونستن اون مکالمه رو شنود بکنن؟ چرا به این سوال پاسخ خودش نداده که مردم رو آگاه بکنه؟ اگر واتساپه، اگر تلگرامه، اگر یه نرم افزار دیگه است، باید بیاد به مردم بگه از چه نرم افزاری استفاده کرده که شنود شده. چرا نمیاد این رو بگه؟ تا حالا به این نکته فکر کردید که چرا نیومده هم خودش هم BBC و هم کسای دیگه این قضیه رو بگن؟ بعد شنود مکالمات یک خبرنگار تلویزیون بزرگی مثل BBC که تریلی اسمشو نمیکشه، مگه کوچیک‌تر یا کار کوچیکی یا کم چیزیه؟ دولت انگلیس نباید واکنش نشون بده به نظر من؟ خب BBC هم مال خودشونه دیگه، مال دولت دیگه. خبرنگار تلویزیونتون تلفنش شنود شده، کم چیزیه؟ مثلا تا حالا این سوال براتون پیش اومده که چرا مقام‌های دولت انگلیس نسبت به شنود مکالمات تلفن خبرنگار رسانه‌ای که تحت حمایت و بودجه خودشونه واکنش نشون ندادن؟ اینم سوال بعدی دیگه. بعد ماشاءالله چقدرم صدا با کیفیت. من به خاطر میگم از چه نرم افزار استفاده کردی، بگیم ما هم از اون نرم افزار استفاده بکنیم. خب بقیه این مکالمه صوتی رو بشنویم. الان باید بفهمید نکته من چیه. کشورهای بفهمید نکته من چیه، یعنی آدم با مامانش اینجوری صحبت میکنه، مثلا میگه بفهمید نکته من شاید حالا ایشون صحبت میکنه. منطقه ایران دموکراتیک که نمیخوان. اگه کاتی بشه جنبش زنان را بیفتن حقوقشون رو بگیرن، اولین جایی که وحشت میکنه عربستانه. دنبال آینده ایران که نیستن، اینا یک ایران تیکه پاره تضعیف شده میخوان و دارن خاکی کوبن. یعنی من واقعا خشونتی که از سری از این جوونا دیدم در این یکی دو روز گذشته، ترسن که مثلا حتی یعنی یه شبش پنیک کردم، گفتم این میره به سمت جنگ داخلی اگه همینطوری ادامه پیدا کنه. بسیجی‌ها رو گرفته بودن، زده بودن، انداخته بودنش گوشه زمین، قرار همینطوری داشت خون ازش میرفت بالا، سرش واسه میگفت دفعه بعد سرتو میبردیم. جنگ داخلی چه شکلیه؟ یا تو خیابون اصلا کاملا غیر قابل پیش بینی و جالبه. الان هم یه موج دوباره زدن BBC رو انداختن این سایبریا به سرکردگی اینترنشنال. خبرنگارشون رو فرستادن جلوی BBC، تجمع کردن، بعد گزارش دادن که اعتراض مردمی علیه BBC. با مامانش آدم راجع به این چیزا صحبت میکنه، مثلا مامانش مثلا این چیزا براش مهمه، شاید مهمه. خب اونا دنبال براندازی به هر قیمتی هستن، هدف دارن، هدف تعریف شده دارن. شاکی هستن که به هر حال هنوز ملت چششون به دهن BBCه و این اذیتشون میکنه.
جدیدن چششون به دهن BBC نیست. خواستم در جریان قرار بگیرید که یه چیز دیگه شون حالا ولش کن. در حال این صحبتایی که شما دارید انجام میدید یه نکته داره. میگن آدم اگر دشمنش رو دست کم بگیره میبازه. یعنی یه ضرب المثل قدیمی که از بچگی تو دبستان به ما یاد دادن. چرا خبرگزاری تصنیم نزدیک به سپاه میاد این فایل صوتی رو منتشر میکنه؟ بعد از اون طرف ببینید که بسیاری از اپوزیسیون هایی که خارج از کشورن و بسیاری از رسانه‌دارها و تریبوندارهای خارج از کشور فکر میکنن اون کسایی که در نهادهای اطلاعاتی امنیتی داخل ایران هستن آدمای احمقی هستن. قدرت اون نهاد امنیتی و اطلاعاتی اون کشور رو دست کم میگیرن. دست کم گرفتن حریف باعث چی میشه؟ باعث این میشه که آدم شکست بخوره. از اون طرف یه جمله خیلی باحالی داره فیلیپ دوم مقدونی. برید داستان زندگیش بگید پدر اسکندر مقدونی، که البته این ضرب المثل بین انگلیسی‌ها خیلی استفاده میشه. میگن تفرقه بنداز حکومت کن. با افشای این فایل صوتی توسط سپاه و طبیعتا شاید اطلاعات سپاه و افراد مختلف که توسط تریبون خودش به اسم تصنیم منتشر شده، اومد تیکه هایی رو هایلایت کرد که رعنا رحیمپور داره راجع به ایران اینترنشنال صحبت میکنه و خودش توی تفکرات خودشون میگن حریف وقتی دست کم بگیری نمیتونی حرکات شطرنج گونه حریف رو هم پیش بینی بکنی. اونها مثل یک مهره شطرنج میدونستن که اگر این فایل صوتی منتشر بشه طبیعتا ایران اینترنشنال واکنش نشون خواهد داد و بین این دوتا رسانه اختلاف میفته و وقتی که بین این دوتا رسانه اختلاف بیفته شروع میکنن همدیگر رو زدن. این به اون میگه دروغگو و فلان و بیسان، این هم به این میگه دروغگو و فلان و بیسان. تفرقه اتفاق میفته و از اون طرف اینها مسیر خودشون رو میرن جلو. میگم دیگه شما وقتی که دست کم بگیری کشور مقابل رو، دستگاه اطلاعاتی امنیتیش رو، این اتفاقات میفته. بعد از اون طرف شما فکر نکنید که مثلا BBC و ایران اینترنشنال دلسوز مردمن ها. یه مکالمه از مسیح علی نژادی براتون میذارم که توی ویدیو قبلی هم این صحبت‌های مسیح علی نژاد رو گذاشته بودم که رسانه‌ای که از حکومت‌ها ببینید صحبت‌های مسیح علی نژادی که یه الان سنگش رو به سینه میزنن تو همین خارج از کشور که البته الان جدیدن نه. ببین چی میگه. این مسیح علی نژادی که قبولش دارن دیگه. آقا یادتون این مسیح علی نژاد قبول دارید دیگه. اگه منو قبول ندارید اونو قبول دارید. ببین چی میگه مسیح علی نژاد. رسانه‌ای که از حکومت‌هاشون بودجه رو میگیرن تمایل داره که به جای اینکه صدای افکار عمومی باشه، صدای اون جایی باشه که ازش بودجه رو میگیره. تموم شد و رفت. لپ کلامو گفت خانم مسیح علی نژاد. رسانه هایی که از یه حکومت یا از یک سازمان بودجه میگیرن سمت همون ورن. BBC از انگلیس بودجه میگیره و جالبه که مردم کشور انگلیس برای تماشای تلویزیون های انگلیسی به خصوص BBC و چیزهای مختلف پول پرداخت میکنن. ایرانی های مقیم انگلیس، حرف من اگه تایید میفرمایید همین زیر کامنت بذارید. در آلمان مردم برای تلویزیون پول پرداخت میکنن. در کشور دیگه هم همینطوری هستش. مفتی به مردم چیزی رو نشون نمیدن. من خودم میخوام بازی فوتبال رو مثلا ببینم، بعد به اسکای پول بدم تا بتونم ببینم. هیچ چیزی رو مفتی شما نمیتونی ببینی. حالا تو ایران برمی‌دارن میدزدن یا کارا دیگه میکنن، ایران سرش گرد، اصلا کپی رایت توش معنا پیدا نمیکنه. تو بحث سیاسی هم همینطوری هستش. BBC وقتی از دولت انگلیس داره بودجه میگیره طبیعتا باید سیاست‌های دولت انگلیس رو برای خودش ببره جلو. ایران اینترنشنال هم که از عربستان بودجه میگیره طبیعتا باید سیاست‌های عربستان رو ببره جلو. دلش به حال مردم ایران نمیسوزه، چون
پولشو که پیدا نکرده، پولشو مفتی نمیاد که خرج مردم بکنه. شاید آدمای دلسوزی هستن که دارن مفتی برای مردم برنامه تولید میکنن. این که برای کسی پوشیده نیست. آقا اینا خانم مسیح علی‌نژاد هم اومد گفتم اینو. خود مسیح علی‌نژاد هم از دولت امریکا داره پول دریافت میکنه، اسنادش هم هست. پس طبیعتاً باید سیاست‌های امریکا رو ببره جلو و سیاست‌های اونها رو هدایت بکنه به جلو. اینا خواستم بهتون بگم. اما نکات مختلفی وجود داره. BBC فارسی اومد نسبت به انتشار این فایل صوتی واکنش نشون داد و گفتش که واکنش BBC به انتشار مکالمات خصوصی یکی از کارکنانش: آزار را تحمل نمی‌کنیم از هر جایی که باشد. و گفته که در پی انتشار مکالمه خصوصی رعنا رحیم‌پور از کارکنان BBC، این رسانه با صدور بیانیه‌ای ضمن حمایت همه خبرنگاران BBC فارسی اعلام کرد که آزار کارکنانش از هر جایی که باشد تحمل نخواهد کرد. و گفته که اخیراً انتشار مکالمه خصوصی خانم رحیم‌پور با مادرش در ایران موجب شد تا هدف حملات برخی رسانه‌ها و گروه‌ها قرار بگیره. این فایل صوتی به صورت غیرقانونی، غیر اخلاقی ضبط و پخش شد و تخلیه و تعریف شده و محتوای آن بیانگر دیدگاه او یا سیاست خبری رسانه‌اش است. اینو هم بگم نکته مهمی بوده که تو این بیانیه اومده. طبیعتاً میتونه منطقی باشه این صحبت دیگه. سیاست‌های BBC فارسی رو شخص تعیین نمی‌کنه. یعنی شما ممکنه که طرفدار آخوندا باشی، خب توی BBC فارسی سیاستت رو BBC تعیین میکنه. نگاه کنید، گفته که سیاست خبری رسانش نیست، سیاستش رو رسانش تعیین میکنه. رسانش هم از کجا سیاست میگیره؟ از اونجایی که بودجه میگیره. بودجهش از کجا میگیره؟ از دولت انگلیس میگیره. پس سیاست‌های خبری BBC فارسی توسط خبرنگارانش اتفاق نمیفته. کسایی که توی رسانه‌های بزرگ خبری کار کردن اینو میدونن. شما اگه به عنوان یک خبرنگار وارد یک مجموعه بزرگ خبری بشی، نمیتونی اونجا تکروی بکنی و سیاست‌های خودت رو اعمال بکنی، چون اونجا فیلترهایی وجود داره و سیاست‌ها و خط قرمزهایی وجود داره که شما باید اون سیاست‌ها و خط قرمزها رو ببرید جلو. و گفته شده که به هر حال تاییدم کردن دیگه که این سیاست از جای دیگه بوده و جالب گفته که به صورت غیر قانونی، غیر اخلاقی ضبط و پخش شده. بابا این همه BBC فارسی فایل صوتی و اسناد و مدارک مسئولان جمهوری اسلامی رو بدون اجازه پخش میکنه. حالا کار خوبی هم داره میکنه، پخش میکنه، افشاگری میکنه. حالا اونا هم خب دیگه حالا دیدن شما داری پخش میکنی، اونا هم پخش کردن دیگه. گفتن گیزین به پشت گیزون پشت بزین. حالا اصلا اتفاق بیفته. البته سالا اذیت و آزار کارکنان BBC و فارسی و خانواده‌هاشون بوده که این اخیراً هم ما شاهد این قضیه بودیم و به حریم خصوصی خبرنگار ما تجاوز شده به صورت غیر قانونی و یه دم به دنبال سوء استفاده هستن. ما پشت خبرنگارامون ایستادیم و تحمل نمی‌کنیم و تاکید کرده که رسانه مستقل در مورد رویدادهای ایران و موضع‌گیری نمی‌کنه و تنها رویدادها رو گزارش می‌کنه. گفتگوی خصوصی خبرنگار BBC با خانواده‌هاش ارتباطی به کار خبری ما نداره. میتونه منطقی باشه که یه شخصی گفتگوی خصوصی با مادرش داشته باشه، بیان افکار خصوصیش باشه، ولی نتونه اونا رو اعمال بکنه. این میتونه منطقی باشه به شرطی که این گفتگو واقعا با مادرت باشه. یعنی ما از ادبیات ها و دیالوگ هایی که از خانم رعنا رحیم‌پور توی این فایل صوتی میشنیدیم، دیالوگ ها و ارتباطات با یه مادر نبود. حالا میرسیم جلوتر. و این در حالیه که ما یه ویدیو از قبل دیدیم که خانم رعنا رحیم‌پور در خصوص سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط سپاه که این اتفاق افتاد با شلیک موشک بود، یه واکنش فکر میکنم که موضع‌گیری شخصی داره در این فایل صوتیش. اگر موضع‌گیری شخصی نیست، موضع‌گیری کل BBC فارسیه دیگه، شما باید فاتحه BBC رو بخونید. اگر موضع‌گیری شخصیشه خب دیگه مشخصه که در BBC نتیجه میگیریم که موضع‌گیری‌های شخصی هم
میشه اتفاق بیفته. ببینیم این اتیکه رو در واقع خلاصه کرد. اگر که دونالد ترامپ از توافق هسته‌ای که به هر حال یک توافق بین‌المللی بود خارج نمی‌شد، اگر که تحریم‌های شدیدی علیه ایران وضع نمی‌کرد، اگر که ایران رو وادار به واکنش نمی‌کرد، اساساً فضا به این سمت پیش نمی‌رفت که ما الان به اینجا برسیم. میگه که چون ترامپ دولت امریکا اومده و تحریم ها رو اعمال کرده باعث شده که ایران عصبانی بشه، یه خطای انسانی رخ بده و با موشک بزنه هواپیما رو بندازه و الان این تنش ها و درگیری ها اتفاق بیفته. مقصر این تنش ها و درگیری ها و رفتار جمهوری اسلامی آخوندها ترامپه. این سوال رعنا رحیم پوری هستش که میگه من آدم مستقلیم. خب جواب ایشون نه، من فکر میکنم که شما در کل طول این مصاحبه همچنان دارین پروپاگاندای رژیم تهران رو ادامه میدین و من متاسفم که شما همچین تصمیمی گرفتید. رژیم تهران مسئول رفتار خودش هست. اونها این رفتار خودشون رو در سال گذشته داشتن، نه فقط به خاطر اینکه این دولت از برجا. بله، اینم سوال خانم رعنا رحیم پور بود. یه نکته هم بگم که اینم متن استوری خانم رعنا رحیم پور بود که تایید کرده بود این فایل صوتی، گفته بود که در ساعات گذشته بخشی از مکالمه خصوصی من و مادرم منتشر شده. تنها احتمالی که به ذهن من میرسه اینه که صدای ویدیو چت از طریق شنود خانه یا موبایل پدر و مادرم در تهران یا خونه و موبایل من در لندن ضبط شده. طبیعیه که من در گفتگو خصوصی با پدر و مادرم شاید حرفایی بزنم که هرگز علنی نمیزنم، حرفایی که عوامل جمهوری اسلامی به طور گزینشی برای اختلاف افکنی و پیشبرد منافعشون منتشر میکنن. من به همه خبرنگاران فارسی زبانی که در خارج از ایران علیرغم فشارهای متعدد حکومت در حال خبررسانی هستن احترام میذارم. انتشار و بازنشر این فایل صوتی برخلاف خواست من و نقض حریم خصوصی من و والدینمه. دیگه بابا دیگه فایل صوتی رو دیگه همه پخش کردن دیگه، حالا دیگه اینم در نام خودش جالبه. و بعد از اون این فایل صوتی که اومد بیرون، ایران اینترنشنال واکنششون داد و در اونجایی که رعنا رحیم پور اومده بود گفته بود که BBC فقط ایران اینترنشنال دستور براش اومده که احزاب لور هم که شنیدم اولین بار اینجا، کرد و بلوچ و چیزهای مختلف فقط اجازه دارن در تلویزیون اینترنشنال مصاحبه بکنن. اینم واکنش ایران اینترنشنال و جوابیش بود. خبری کذب که نتیجه عدم سانسور همه اپوزیسیون با هر تفکری در چارچوب‌های حرفه‌ای است، تا جایی که مردم کردستان، سیستان و بلوچستان و خوزستان به عنوان شهروندان ایران هم می‌توانند در این رسانه حرف بزنند. همچنان که BBC فارسی به تریبون اصلاح طلبان جمهوری اسلامی شهرت پیدا کرد. توجه کردید یه دونه تیکه نرم و ملو انداخت به BBC که گفت شما صدای اصلاح طلبایید. البته ما هنوز یادمون نرفته که سال 57 BBC فارسی تریبون کدوم رسانه بود و کدوم شخص بود. اصطلاحاً تریبون کدوم شخص خودش که رسانه است. و گفتم دیگه وقتی شما حریف رو دست کم بگیری و اون اتاق فکر نهادهای اطلاعاتی امنیتی ایران رو دست کم بگیری، دقیقاً یه چیزی رو میندازه وسط و یه دونه بشقاب تخمه میذاره، مانیتورها هم که قربونش برم جلوشونه و میشکنن و میخندن به پیش این رسانه ها. و از اون طرف هم واکنش رعنا رحیم پور رو هم نشون میده که بدین واکنش رعنا رحیم پور هم بدونیم که راجع به این فایل صوتی خودش چی گفته بوده که ایران اینترنشنال هم همون رو پخش کرده. نشر کرده از چندین تماس مختلفه و کلا حرف‌ها و جمله‌های من رو پس و پیش کردن و یه جوری ادیت کردن که عملاً به نتیجه‌ای که خودشون میخوان برسن. اما این حرفا نظرات حرفه‌ای من نیست، حرفای بین یه مادر دختره که راجع به هزار تا چیز با هم حرف میزنن، حتی راجع به برادرش. ببینید میشه منطقی باشه توضیحات رعنا رحیم پور. یه قسمتیش که میگه ممکنه که صدا پس و پیش و ادیت شده باشه، یعنی ما بخوایم واقعا منطقی و بی‌طرفانه به قضیه نگاه بکنیم این حرفش میتونه منطقی باشه، میتونه پس و پیش باشه، اما دیگه همش که دیگه نمیتونه پس و پیش باشه که مثلا بگه این اولش اونجایی که مثلا راجع احزاب و چیزهای مختلف و جدایی طلبی و جنگ داخلی و چیزهای اونجا دیگه پس و پیش نداره که اونجا کلا یه تیکه جمله است،
یه چی بود اسمه قلفتی میگن، یه دیگه جمله است دیگه، اون نمیتونه پس و پیش بکنن که. پازل تیکای مختلف صحبت‌ها رو بذاریم کنار هم دیگه میشه ازش نکته در آورد. اما نکته جالبی هم که وجود داره، ببینید شاید حتی این رعنا رحیم‌پور هم تحت فشار بوده که این فایل صوتی رو تهیه کردن ازش، نمیدونم. چون که ببینید چند وقت پیش یه دونه توییت کرده بود خانم رعنا رحیم‌پور که یه شخصی راجع به تجزیه طلبی میپرسه که خانم رعنا رحیم‌پور در جواب اون تجزیه در توییترش که الان توییترش هم بسته، حالا با یه تیکه سنگین تجزیه ایران رو به اسکاتلند مثال میزنه و میگه که اینا مثلا تفکرات آدم‌هاییه که توی سیستم هستن و خودش هم آنچنان اعتقادی در توییت‌های قدیمیش به بحث تجزیه و اینا نداشته. و چه اتفاقی میفته که این رفتار انجام میشه؟ ما یاد آمنه سادات ذبیح‌پور میفتیم که الان شده رعنا رحیم‌پور، یعنی کلا سیستمش عوض شده. از اون طرف هم بعد از افشای این فایل صوتی ما شاهد این بودیم که خیلی از روزنامه ها واکنششون دادن و 1 دقیقه با رعنا گفته که ایشون دامناً درست میگه و یه عکس دیگه ای از رعنا رحیم‌پور گذاشتن و واکنششون دادن نسبت به این خبر. اما نتیجه گیری ایران اینترنشنال هم باحاله. ببینید که بعد از انتشار و افشای این فایل صوتی، به حال من خیلی نگاه میکنم و تجزیه و تحلیل میکنم حرکات و رفتارهای رسانه‌های مختلف رو. BBC فارسی نتیجه گیری جالبی کرد. ببین چی میگه درباره سخنان رعنا رحیم‌پور، خبرنگاری که بر اساس اسناد رسیده به دست ایران اینترنشنال حکم ممنوعیت معامله او در جمهوری اسلامی لغو شده. سندش کو؟ اگر اسناد رسیده به دست ایران اینترنشنال، این که ایشون ممنوع المعاملاتش برداشت شده، چرا سندش نشون نمیدی؟ چرا عکس خودش نشون میدی؟ این فکتو میاره ایران اینترنشنال که بگه که آره این امتیازو جمهوری اسلامی بهش داده و بهش حال داده که اون این کار رو انجام بده. حالا درسته اون فایل صوتی اومده بیرون و مردم با هویت رعنا رحیم‌پور آشنا شدن، اما دلیل بر این نمیشه که شما بیاید و یه چیز دیگر رو بچسبونید به قضیه که قشنگ حال ایشون رو بگید. میخوام بگم شما ببینید این دعوا و سیستم‌های خاله زنک بازی سیاسی هم وجود داره. سندش کو؟ سوال دیگه آقا، شما این ادعا رو مطرح که من دوست دارم بدونم که آقا پس چجوری ایشون ممنوع معاملاتش برداشته شده، طبق کدوم سند بوده؟ شما میگی اسناد رسیده. ببین وقتی که یک رسانه حرفی رو میزنه، خب یعنی براش فکت داره دیگه. شما میتونی بگی که شنیده ها حاکی از اینه، یا شما میتونی بگی که خبرهای رسیده توسط منابع مختلف. ببین اینا ادبیات ژورنالیسته، من اینو که به شما نباید یاد بدم که، شما خودتون یاد بگیرید. اینکه میگید اسناد رسیده، کدوم اسناد؟ بگید ما هم ببینیم. در حالی که تمام خبرنگاران ایران اینترنشنال و بسیاری خبرنگاران دیگر ممنوع المعامله‌اند، افتادن حجاب ریا از چهره کسانی که حالا دست کم به گفته خودشان در محافل خصوصی کلامشان آنقدر شبیه مقام‌های جمهوری اسلامی است که صدایشان قابل تفکیک نیست. حمله ظاهراً خصوصی به خیزش انقلابی مردم که جانهای زیادی را در راه آزادی از دست دادند. خیلی خب، یه نکته‌ای که وجود داره، مثلا من اینجام دیدم دیگه، این تصویر قدیمی رعنا رحیم‌پور بود که نشون میداد که ایشون چادر به سرش داره نماز میخونه. بعد یه عده گفتن که این که الان بی‌حجابه، قبلا چرا نماز میخوند، چجوری بود و ریا کرده. و یه مقداری هم این چند وقت اخیر من دارم میبینم دیگه، دارن این تیپ حمله ها رو میکنن. اگه ما شعار زن زندگی آزادی رو داریم، خب، و خیلی هم داریم روش تاکید میکنیم که باید زن زندگی آزادی اتفاق بیفته، پس باید به مردم حق انتخاب آزاد بدیم. چون من دیدم که خیلی ها میان مثلا به اون کسایی که عقاید مذهبی دارن توهین میکنن. خیلی دیدم یعنی هم توی فضای کلاب هاوس دیدم، هم توی توییتر دیدم و هم جای مختلف دیدم.
ببینید دقیقاً این کاری که اینا دارن انجام میدن و به عقاید مذهبی آدم‌ها توهین میکنن دقیقاً کاری هستش که یک سیستم دیکتاتورگونه انجام میده. شما باید به عقاید مختلف احترام بذارید. طرف تو کف آلمان داره زندگی میکنه، به عقاید مذهبی شخص دیگه توهین میکنه. بابا از همین آلمانی‌ها یاد بگیر. کلیسا وجود داره، مسجد وجود داره، نمیدونم جایی که اهل حقا میرن وجود داره، نمیدونم صوفیا میرن وجود داره. همه در کنار همه هم به عقاید مذهبی همدیگه احترام میذارن در همین آلمان. شما اینو یاد نگرفتی؟ بعد فحش خواهر و مادر رو میکشه به باور مذهبی طرف. فرقی هم نمیکنه کدوم ور باشه، مسیحی باشه، مسلمان، میگه من بی خودم. آقا شما یاد بگیری به عقاید مذهبی دیگران احترام بذاری. اون طرف دوست داره بابا، دقیقاً مثل آخوندا که زوری حجاب کشیدن سر مردم، یه عده میخوان زوری حجاب از سر یه عده بکشن. مثال برات میزنم و برای خیلی ها میزنم. آقا مثلا یه شخصی 70 سالشه، 60 سالشه، 60 سال با حجاب بوده، دعا کرده، نماز خونده، حالا هر کاری که خواسته کرده، انتخاب خودش بوده و آزادم بوده. کسی هم اسلحه نذاشته رو سرش بگی که چرا این کار رو انجام میدی و عبادت میکنی. بعد 60 سال تو میگی بابا این همش دروغه، چرت و پرت، فلان، بت پرستی. اون طرف دیگه این رفته تو ذهنش، اینو باور کرده. تو دیگه نمیتونی یه هفته و یک ماه و یک سال باور 60 ساله طرف رو پاک کنی. یا اون کسی که بی خدایی، یا اون کسی که به هیچ کدوم از این عقاید اعتقاد نداره، خب تو تا صبح هم براش فکت های مذهبی بیاری باور نمیکنه، چون انقدر بی عدالتی دیده، انقدر اتفاقات مختلف دیده، دیگه به هیچ چی اعتقاد نداره. هر کاری هم براش بکنی اون اعتقاد پیدا نمیکنه، چون بی عدالتی رو دیده. پس ما باید به اینو، من دارم نه برای حالا بحث خانم رعنا رحیم‌پور اینجا، کلی دارم میگم، احترام بذاریم به عقاید مذهبی هم دیگه. هر کسی هر عقیده‌ای داره باید بهش احترام بذاریم. اگر نظر شخصی خودمون رو اعمال بکنیم به یه شخصی، ما هم دیکتاتوریم. کاری که دیکتاتورها دارن انجام میدن. ما داریم مبارزه میکنیم برای اینکه دیکتاتوری وجود نداشته باشه. ما داریم مبارزه میکنیم برای اینکه کسی نظر شخصی خودش رو به ما اعمال نکنه، بگه روسری بپوش، چادر بپوش، نمیدونم فلان لباسو بپوش، فلان تیپو بزن، ریش بذار، نمیدونم نماز بخون، نمیدونم فلان کارو بکن، فلان رفتار رو انجام بده، فلان حرکت ریاگونه رو انجام بده. ما داریم تلاش میکنیم برای اینکه آزاد باشیم و آزادانه زندگی بکنیم و کسی حق نداشته باشه به ما نظر شخصی خودش رو اعمال بکنه. این از این. در خصوص خانم رعنا رحیم‌پور هم که گفتم دیگه، حالا این فایل صوتی کاملا مشکوکه، چون ببینید اگه شنود از سمت مادره باشه یه مقداری صدا یه رعنا رحیم‌پور با کیفیته، یعنی من حس می‌کنم که مکالمات از دو طرف حالا یه جوری داشته مدیریت می‌شده که مثلا تو اینو بگو، این اینو میگه، این اینجوری میگه. برای من یه مقدار این قضیه مشکوکه. بعد از اون طرف هم خانم رعنا رحیم‌پور اومد یه دونه استوری گذاشت بعد از همه این اتفاقاتی که افتاد، با منت تمام و گفت 15 سال کار خبری در تبعید، هزینه‌های انسانی و عاطفی، دوری از پدر و مادر، نمیدونم کار شبانه روزی برای رساندن صدای مردم ایران، از همه هم جلوی دوربین و چشم خودتان برای قضاوتتان کافی نبود. معیار قضاوتتان شد فایل صوتی که سپاه و رسانه‌های وابسته بهش منتشر کردند، تکه تکه و همانطور که می‌خواستند، درست مثل اعترافات اجباری که پخش می‌کنند. شما هم گویا اصلا من را نمی‌شناختید و نمی‌دانستید کیم و حرف واقعیم چیه. همه این سالها تصور می‌کردم که برای مردمم کار می‌کنم، اما امروز فهمیدم عمرم رو تلف کردم. از تهیه کتاب‌های صوتی در روزهای تعطیل درباره دیکتاتوری تا برنامه‌های ورزشی تا جلسه‌های عمومی با روانشناسان برای کمک کردن به حال روحی مردم. همیشه حس کردم وظیفه دارم از جایگاه اجتماعی برای بهتر کردن زندگی مردمم استفاده کنم. وظیفه‌ای نبود، اما تعلق خاطر احمقانه‌ای بود به وطن. منت دوباره. منی که در آسایش و رفاه در لندن برای بیابی خوزستان بیتابی می‌کردم،
منی که برای هواپیما سالها نوشتم و کار کردم، منی که برای متروپول نوشتم، درباره هفت‌تپه نوشتم، درباره مهسا و نیکا نوشتم و حرف زدم و صدایشان را به گوش انگلیسی زبانان رساندم، منی که میتوانستم به جای همه این کارها برای بچه‌های خودم وقت بذارم، به تعطیلات آخر هفته برم و مثل خیلیا جوری رفتار کنم که ایرانی نیستم و از زندگیم لذت ببرم، منتی بر سر کسی نیست. اشتباه کرد. خب خیلی هم راحت دیگه، الان میتونیم این کار رو انجام بدیم. عجب مردمانی داریم. صادق هدایت خوب شناخته بودمان. اینجا من رسما نقطه پایان گذاشتم برای ایران. شما نه به دنبال حقیقت بلکه به دنبال روی سپاه و رسانه‌های لندنی از جنس سپاهید. ما را به خیر و شما را به سلامت. ایران را در خودم کشتم. برای همیشه خدا حافظ. یه خداحافظی شیکی خانم رعنا رحیم‌پور کرد. یعنی اگه جا داشت 4 تا فوش خانم مادرم بهمون میداد و تا خشتک و فیخالدون هم اومد منت گذاشت. به هر حال شما بابت کاری که انجام میدادی حقوق دریافت میکردی. اگر میخواستی کار مستقل انجام بدی میرفتی یه رسانه مستقل میزدی، توی یوتیوب و جای مختلف یه کانال تلگرامی میزدی و مستقل فعالیت میکردی. اون موقع میتونستی یه چوسه اون منت رو هم بذاری، بازم اونم نمیتونستی بذاری چون مردمن که رسانه ها رو بزرگ میکنن و بالا میبرن. در هر صورت مرسی که تا این لحظه با ما بودید و شما نظراتتون رو برای ما کامنت بکنید. اگر دوست داشتید ویدیو رو لایک کنید و برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید. کانال یوتیوبی ما رو اگر حال کردید سابسکرایب کنید. ممنون از شما.